سلام، من کارو آزادی هستم و این هفتمین قسمت از سری دوم برنامه زد است. در برنامه امروز راجع به حرفای نوروزی خامنه‌ای و روحانی صحبت خواهیم کرد و در آخر برنامه هم مصاحبه‌ای خواهیم داشت با امید شکیبا، مدرس سینما و فیلمساز مستقل چپ. که در تولیات صنعتی ما رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم. در برخی از محصولات به 2 برابر سال گذشته ما رسیدیم. با تلاش بانک‌های ما 24,000 واحد صنعتی نیمه تمام و یا واحدهایی که فعال نبودند به حمدالله فعال شدند. این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است. شعار امسال رو اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال قرار میدم. ما تونستیم در 3 سال گذشته در دولت 11 همواره مقدار افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان و کارگران رو بیش از تورم قرار بدیم. این به معنای این هست که مردم در آرامش و رفاه بیشتری میتونن قرار داشته باشن. سال 96 هم برای توده‌های مردم ایران به روال هر ساله با پندها، وعده‌ها و موعظه‌های تکراری علی خامنه‌ای شروع شد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش و 1 روز بعد به صورت مشروح‌تر در سخنرانی مشهد به تبیین دیدگاه خودش در مورد موقعیت جمهوری اسلامی و وضعیت معیشتی مردم پرداخت. او در پیام نوروزی خود به همه یادآور شد که چون از وضع مردم مطلع هستم، لذا تلخی رو با همه وجود حس میکنم. تلخی کام مردم، به خصوص مردم ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است، مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که اونها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند، مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها. خامنه‌ای در روزه‌خوانی مفصل خودش در مشهد با اشاره به وجود برخی ضعف‌ها گفت: دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می‌کند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی، به جمهوری اسلامی نسبت بدهد. این نقشه دشمنه. اونا میخوان اینجور وانمود بکنند که نظام اسلامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی ملت ایران رو و مشکلات اساسی ملت ایران رو حل کند و گره ها رو باز کنه. پس از بیان این مقدمات برای فرار از واقعیت شکست و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و فقر و فراکتی که 38 سال از قبل این نظام به اونا تحمیل شده، همه حرف خودش رو در 1 جمله خلاصه کرد و گفت: بنبست در کشور معنا نداره. اگه مدیریت در بخش‌های مختلف متدین، انقلابی و کارآمد باشد، همه مشکلات حل خواهد شد. اگه بخوایم روی همین 2 مورد از سخنان علی خامنه‌ای تمرکز کنیم، باید پرسید آیا آنگونه که او ادعا کرده اگر مدیریت در بخش‌های مختلف متدین، انقلابی و کارآمد باشه، همه مشکلات حل خواهد شد؟ و یا اینکه کار جمهوری اسلامی از این حرفهای مکرر خامنه‌ای گذشته و این نظام سالهاست که با بنبست و ناکارآمدی در همه عرصه‌ها مواجه شده. خامنه‌ای با بیان این جمله که با هم می‌بینیم و میشنویم به کلی پاشو از همه نابسامانی‌های کشور کنار کشید. کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش اون رو به ما دادند، لکن اونچه که انجام گرفته است با اونچه مورد انتظار مردم
و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره. خامنه ای با بیان این جمله ها طوری وانمود میکنه که انگار خودش از کره مریخ اومده و کمترین نقشی در نهادینه شدن این همه بی‌عدالتی، تبعیض، بیخانمانی و گسترش روزافزون فقر و تهیدستی مردم ایران نداشته. او برای تبرئه خود از همه تباهی و ویرانی که بر جامعه حاکمه، از این همه فقر و فلاکت غیر قابل تصوری که طی 38 سال بر توده های میلیونی مردم ایران آوار شده، صرفاً به دیگران نهیب میزنه و اشک تمساح میریزه. او با زدن نعل وارونه طوری حرف میزنه که انگار نه انگار که قسمت اعظم نهادها و مسئولیت‌های کلیدی جمهوری اسلامی مستقیما با انتصاب و مدیریت شخص رهبری انجام وظیفه میکنن. نهادها و ارگان‌هایی که علاوه بر قدرت سیاسی و نظامی، مدیریت بزرگترین مراکز اقتصادی و تولیدی ایران رو در اختیار خود دارند. از مجموعه نهادهای کلیدی و انتصابی زیر نظر خامنه‌ای که بگذریم، آن دسته از ارگان‌هایی که به ظاهر انتخابی هستند، در عمل مدیریت اونا هم به صورت غیر مستقیم توسط شورای نگهبان که منسوب خود رهبری هستند گزینش و به کار گرفته میشن. خامنه‌ای اما با وجود همه این واقعیات باز هم دنبال راه فرار میگرده. اکنون که بنبست جمهوری اسلامی بر همگان روشن شده، او خودشو به کلی از دایره شخص اول تصمیم گیری های کلان سیاسی و اقتصادی نظام خارج میکنه تا بتونه همه ناکامی و شکست های جمهوری اسلامی رو در حد بیکفایتی مدیران تنزل بده. خامنه ای در صحبت‌های اخیرش ابتدا با سنگر گرفتن پشت دشمن فرضی همه ویرانی‌های کشور رو در حد تبلیغات وسیع دشمنان جمهوری اسلامی دانست و سپس با تأکید بر این که کشور بنبست نداره و راه حل مشکلات مردم مدیریت انقلابی و کارآمده است، تمام نابسامانی‌های موجود و فقر و فلاکتی را که مردم ایران طی 38 سال متحمل شدن، ناشی از ماهیت و ناکارآمدی جمهوری اسلامی که صرفاً در حد بیکفایتی مدیران در بخش‌های مختلف نظام خلاصه کرد. حالا از صحبت‌های خامنه‌ای که بگذریم، بیاییم نگاهی کنیم به رتبه‌هایی که جمهوری اسلامی در سال گذشته و سال‌های قبل در بسیاری از پدیده‌های منفی در سطح جهان کسب کرده و یا در ردیف بدترین کشورها قرار گرفته. هرچند این مثال‌ها زیاده، ولی من تصمیم گرفتم در این برنامه به خیلی از اونها اشاره کنم تا عمق بحرانی رو ببینیم که نظام جمهوری اسلامی درست کرده و اونو در حد بیکفایتی مدیرانش تنزل میده. بله، در سال گذشته جمهوری اسلامی به تناسب جمعیت بالاترین شمار اعدام‌ها در جهان رو به نام خودش ثبت کرد. جمهوری اسلامی تنها رژیمی در جهان بود که کسانی را بالای چوبه دار برد که در هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. جمهوری اسلامی ایران مقام نخست رو در دستگیری روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویس‌ها، سانسور و مطبوعات به خود اختصاص داده. در زمینه پیگرد و دستگیری فعالان کارگری، سیاسی و فعالان مدنی در عرصه‌های مختلف مبارزات اجتماعی هم جمهوری اسلامی مقام اول را کسب کرد. در فهرست سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان همچنان در لیست بدترین کشورهای سرکوب کننده آزادی اطلاعات قرار گرفت و رتبه 169 از 180 کشور جهان رو کسب کرد. پژوهش‌های میدانی مؤسسه آمارگیری گالوب نشان داد در سالی که گذشت مردم ایران یکی از 3 کشوری هستند که غمگین‌ترین مردم جهان رو داشته. ایران از لحاظ استرس و فشار عصبی حتی از کشوری مثل عراق با همه مصائبی که در اون جریان داره بدتر ارزیابی شده. از نظر شاخص رفاه اجتماعی در میان 142 کشور ایران در رتبه 101. ایران جزو 10 کشور پرمشقت جهانه. ایران از حیث احساس شادی و رضایت شهروندانش در رتبه 115 جهانه و ایرانیان از افسرده ترین مردمان جهان. ایران در ردیف بدترین کشورهای جهان از لحاظ تلفات جاده‌ای قرار داره. سال گذشته جاده‌های ایران همچنان قربانگاه مسافران بود. ایران اولین کشور در جهان در زمینه مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای است و با فاصله بسیار زیاد از کشورهای پس از خود در این زمینه پیشتازه. در سال گذشته حکومت اسلامی در ردیف یکی از فاسدترین حکومت‌ها از لحاظ گسترش فساد مالی در جهان دست نشان شد.
در گزارش سالانه سازمان شفافیت جهانی گفته شد که رژیم اسلامی با کسب رتبه 146 یکی از فاسدترین دستگاه‌های اداری و مالی جهان رو دارست. سال گذشته ایران در شمار بدترین کشورهای جهان از لحاظ میزان آلودگی هوا و آسیب رساندن سیستماتیک به محیط زیست بود. آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر رو میگیره و برخی از شهرهای ایران از آلوده ترین شهرهای جهان شدند. طبق گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته جمهوری اسلامی به روال 38 سال حاکمیتش نه تنها حقوق زنان رو پایمال کرد، بلکه کوشید عملاً و با اجرای سیاست‌هایی و با وضع قوانینی ارتجاعی ستم جنسی رو نهادینه کنه و بستر اعمال بی‌حقوقی زنان رو هموارتر و آپارتاید جنسی رو قانونی و رسمیت ببخشه. بدین منظور اقدام به تفکیک متون کتب درسی مدارس بر حسب جنسیت کرد و برای کنترل بیشتر بر رفتار دختران به محیط‌های آموزشی و مدارس پاسدار و آخوند اعزام کرد. از نظر تفکیک جنسیتی ایران در میان بدترین کشورهای جهانه. اگه به چند نمونه دیگر از میان دهان نمونه که احتمال هنوز در لیست‌های جهانی رسما ثبت نشده اشاره کنیم، باید گفت در سال 1395 بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی و دیگر عرصه‌های خدماتی با همه مقدار نازلی که داشت باز هم کمتر شد و در مقابل بودجه سپاه پاسداران و ارتش و نیروهای امنیتی و مساجد و حوزه‌های علمیه با همه سرسام آور بودن تاکنونیشان باز هم افزایش یافت. سال 95 شمار مردمی که به دلیل بیکاری و محرومیت ناچار به کولبری در مرزها شدند باز هم افزایش یافت. در این سال نیز صدها تن از کولبران در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی و یا در اثر انفجار مینهای کارگذاشته شده رژیم در مناطق مرزی یا در نتیجه ناچار شدن به عبور از گذرگاه‌های سخت کوهستانی جونشون رو از دست دادن یا زخمی و ناقص العضو شدن. در سالی که گذشت شمار معتادان به مواد مخدر افزایش یافت. ایران از نظر شیوع و مصرف مواد مخدر دومین کشور جهان شد. سن متوسط اعتیاد و سن متوسط تنفروشی پایین‌تر آمد. پدیده گورخوابی به پدیده کارتون خوابی در ایران اضافه شد. بیماری ایدز روز به روز افزایش پیدا می‌کند. اگه به سالهای گذشته هم نگاهی بیاندازیم، بر اساس آمار دولتی 40 میلیون ایرانی در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند. که البته الان این آمار خیلی بالاتر رفته. بیکاری در ایران بیداد میکنه. حتی بر اساس آمار دولتی ایران در میان 18 کشوری است که بیشترین بیکار رو در جهان دارند. از لحاظ فضای کسب و کار رتبه ایران در جهان 152 است. در ایران روزانه 6 کارگر در حوادث کاری جونشون رو از دست میدن بدون اینکه کوچکترین واکنشی در حاکمیت برانگیزه. میلیون ها کودک ایرانی به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از تحصیل محروم شدند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال تحصیلی 1390-91 بیش از 7 میلیون و 135 هزار دانش آموز از تحصیل باز ماندند که این تعداد بیش از 37% از دانش آموزان ایرانه. این آمار نشان میده که بر اثر بی‌کفایتی‌های جمهوری اسلامی آینده‌ای تاریک و دشوار در برابر نسل‌های آینده قرار داره. وضع درمان و دارو اسفناکه و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های یک عمل جراحی برای همیشه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود هزینه سرسام‌آور درمان هر سال 7% جمعیت ایران رو به زیر خط فقر میبره. رتبه جهانی ایران در زمینه بهداشت برخلاف ادعای روحانی در رده 93. خدمات پزشکی رو به حاشیه شهرها بردید، به روستاهای دوردست رساندید. مردم ما امروز با هزینه کمتری در بیمارستانها درمان میشن. استفاده از تجهیزات پزشکی غیر استاندارد در بخش‌های ضد عفونی بیمارستان‌های ایران سالانه 60,000 نفر قربانی می‌گیرند. ایران بیشترین رشد سرطان در دنیا را داره. در بخش‌هایی از ایران تنها در چند سال گذشته موارد ابتلا به سرطان 500% افزایش یافته.
صدها هزار ایرانی تاکنون به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شده و تقاضای پناهندگی کردند. بسیاری از اونها در وضعی تحقیرآمیز قرار دارند. همچنین صدها ایرانی در راه رسیدن به کشورهای دیگر جونشون رو از دست دادن. هزاران ایرانی همین حالا به دلیل عبور غیرقانونی از مرز در شرایطی رقت‌انگیز در زندانهای کشورهای دیگه به سر میبرند. فرار مغزها از ایران همچنان رتبه اول رو داره. ایران در حال از دست دادن بهترین سرمایه‌های انسانی خودشه. بر اساس آمار و اطلاعات بنیاد ملی نخبگان و صندوق بین‌المللی پول، ایران اولین کشور در بین 91 کشوریه که دچار عوارض خروج نخبگان و تحصیل کردگانند. بر اساس اظهارات وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی، ایران سالانه 150 میلیارد دلار از بابت فرار مغزها زیان میکنه. به گزارش خبرگزاری مهر در سال 1358 جمعیت ایران 36 میلیون نفر و عده زندانیان در حدود 8000 نفر بود. اما حالا در حالی که جمعیت ایران 2 برابر سال 1358 شده، عده زندانیان 27 برابر شده. جمهوری اسلامی ایران جزو 10 کشور اول دنیا از لحاظ عده زندانیان و ایران از نظر آزادی اینترنت در میان 60 کشور در رتبه آخره. آیا این فجایع فقط مربوط به بیکفایتی چند مدیر در بخش‌های مختلفه؟ بله، این فجایع در کشوری با میلیون‌ها نیروی کار آماده به کار، با ذخایر عظیمی از منابع زیرزمینی، با تنوع آب و هوایی و امکانات فراوان کشاورزی و دامداری و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر در زمینه نیازهای اولیه انسان‌ها جریان دارند. کشوری در چنین موقعیتی و با چنین امکاناتی تحت حاکمیت رژیم اسلامی در ردیف فقیرترین و نابرابرترین کشورهای جهان قرار گرفته. ما رکورد زدیم. بله، شما رکورد زدید، اما به قیمت تباه کردن زندگی میلیون ها انسانی که امیدی به جز سرنگون کردن این نظام ندارن. مهمان این هفته برنامه زد امید شکیبا، مدرس سینما و فیلمساز مستقل چپ است. به برنامه زد خوش اومدید. خیلی ممنونم، تشکر میکنم و خوشحالم که در این برنامه با هم هستیم. ممنون. اگه موافق باشی سوالاتمون رو شروع کنیم. میشه قبل از هر چیز من یه سوالی از شما بکنم؟ بله. این اسم برنامه خیلی زیباست، زد. من میخواستم بدونم آیا این ربطی به فیلم سینمایی زد که یه فیلم خیلی مطرحیه تو دنیا داره یا این زد رو برای من توضیح بدی ببینیم زد چیه؟ زد در واقع نه، در مورد اون فیلم مطرحی که شما مطرح کردید نیست. زد به معنی مخالفته. مخالفت ما در قسمت‌های در سری اولش اشعاری اول برنامه بود، ضد وضع موجود، ضد فرهنگ عقب مانده، ضد مرسالاری و ضد وضعی که الان موجوده. خیلی عالیه، چون اتفاقا در همون فیلم مطرح چپ هم که مال کوستاگاوراسه، ضد به معنای در کتاب‌های قدیمی یونان به معنای او زنده است، یعنی هرگز مبارزه نمی‌میرد و زندگی ادامه دارد. همیشه شعاری بوده که بر ضد دیکتاتورها و کشورهای دولت‌های توتالیتار و حکومت‌های مستبد و دست نشانده سرمایه‌داری بوده. ممنون از اطلاعاتی که خوشحالم که سوال اول رو اینجوری شروع می‌کنم. به نظر شما جوانان امروز نیاز دارن که چه فیلم‌هایی رو نگاه کنن؟ به نظر من، چون خودتون می‌دونید دنیا با سرعت در حال تغییره و ما باید با این تغییر خودمون رو یعنی آداپته بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم و به سمت تکامل تدریجی خودمون رو طی بکنیم. من نظرم اینه که امروزه مخصوصا در ایران جوانان به فیلم‌های اجتماعی ولی عمیق اجتماعی نیاز دارن، نه فیلم‌هایی که فقط خرد برجوهای شهری رو نشانه بگیره و فقط مشکلات سطحی نگاه بکنه. مثلا ما این فیلم‌هایی رو که تو این چند سال گذشته می‌بینیم همشون میگه مثلا یه مشکلی هست ولی نمیگه ریشه مشکل چیه، یعنی به ریشه نمیزنه.
نمیگه که این درد از کجا اومده، نمیگه مثلا به ما مثلا میگه خب ما اعتیاد داریم ولی نمیگه خب علت اعتیاد در اصل مثلا از چیه، یا مثلا زن و شوهر از هم دیگه جدا میشن نمیگه چرا، فقط سعی میکنه خیلی سطحی مسائل نگاه بکنه، مردم رو مشغول میکنن به این که مثلا خب یه دختری یه پسر رو دوست داره، پسر دختر رو دوست داره مثلا، ولی خب خانواده هاشون راضی نیستن. خب چرا آموزش داده نشدن؟ چرا سیستم آموزش پرورش این کشور، سیستم رسانش، میدیاش، اینا نمیان رو این فوکوس بکنن که آموزش ارتقاء فکری مردم رو بدن که بتونن مثلا همدیگر رو تحمل بکنن؟ یا مثلا میبینین جدیدن تو فیلم های یه جوری مد شده توهین کردن به اقلیت های دیگر تو کشور، توهین کردن به ملیت های مختلف داخل ایران، مسخره کردن لهجه هاشون، مثلا به عنوان مثال مثلا یه جوری میگن دیسکریمینیشن، یعنی یه جوری تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی، تبعیض جندری یا تبعیض جنسی. مثلا تو خیلی از فیلم ها میبینی همیشه زن نقش دومو داره. مثلا شما نگاه بکنید تو کدوم فیلم سینمایی ما به واضحی میبینیم که غیر یکی دو تا فیلم، اونم که یکی دو تا فیلم توی کشور 80 میلیونی در طول مثلا 100 و خورده سال فیلمسازی که سینما تو ایران قدمتی داره برای خودش، مثلا نگاه بکنید واقعا خیلی کمه، خیلی ناچیزه که مثلا یکی دو تا فیلم پیدا بکنی که توش زن نقش اصلی فیلمو بازی بکنه. همیشه زن نقش دوم بوده، نقش مکمل بوده، نقش متمم بوده. بچه‌ها خیلی کم اون نقش اصلی خودشونو بازی وجود دارن تو زندگی. همیشه بچه‌ها یه جورایی چجوری میگن مثلا وابستن تو فیلم، یعنی این پدر و مادرن که بهشون خط مشی میدن و این جامعه است که اونا رو به جایی میکشونه. نظر من اینه جوانان میتونن فیلم هایی رو ببینن یا باید دنبال فیلم هایی باشن. اصلا باید مخاطب به هنرمند و به فیلمساز فشار بیاره که اون فیلمی رو درست بکنه که راجع به درد اجتماع، راجع به نقد اجتماعی، نقد سیاسی، نقد اقتصادی، ولی نقدهای عمیق. چرا؟ چون هدف اصلی سینما اینه که سینما چه تعریفی میتونه داشته باشه، تعریف بسیار زیادی داره، ولی تعریف اصلیش اینه که زندگی رو به ما بازخورد میکنه ولی فشرده تر و در زمان کمتری، در تایم کمتری. به جای اینکه من 70 سال عمر میکنم 70 سال زندگی شما رو در 70 سال تصویر ببینم، میگم در 1 ساعت زندگی شما رو مرور میکنم تو فیلم. من نظرم اینه که سینما باید بازخورد واقعیت زندگی آدما به خودشون باشه و بهشون تلنگری بزنه و بگه آها بیدار شو، سینما فقط برای سرگرمی نیست، برای اینه که به تو بگه که فکر کن و خودت رو درست کن. با این خصوصیاتی که تعریف کردید چند فیلمو الان میتونید اسم ببرید مثلا برای بینندگان این که بله میدونید چیه فیلم‌ها؟ حالا مثلا از دید من به عنوان، چون من به هر حال یه دیدگاه خاصی به سینما دارم، ممکنه مثلا با خیلی از دوستان دیگه فیلمساز متفاوت باشه. من میتونم در سه لاین جدا، در 3 قسمت جدا من توضیح بدم چه فیلم‌های خوبه. خب از لحاظ فیلم هایی که بشه ازشون یاد گرفت، فیلم های اجتماعی و در عین حال هنری باشن، فیلم های زیادی هست. مثلا به عنوان مثال فیلم سرزمین و آزادی، فیلم های کن لوچ، خیلی هاشون فیلم های اجتماعی هستند و کن لوچ منتقد چپیه و آدم خیلی اکتیویه، سرزمین و آزادی رو درست کرده و فیلم مثلا بلیت ها رو درست کرده، فیلم زیادی رو درست کرده که اینا رو میتونی انتقاد میزنه به اون اجتماع و به گذشته اون اجتماع و خیلی موقع میره به تاریخ، ولی از تاریخ یه فکت هایی میاره که نمیگه مثلا ما گذشتمون همش ضرب صفر و نمیگه ما گذشتمون همش ایدئال و عالی و ما بهترین هاییم تو دنیا. نه، میگه ما گذشته‌ای داریم، خوبا و بداش در کنار همن و باید خودمون رو اصلاح بکنیم، یعنی بتونیم ریفرش بکنیم. مثلا به عنوان مثال فیلم 1900 برناردو برتولوچی، یکی از فیلم‌های بسیار خوبه که راجع به اختلاف طبقاتی و مبارزه نیروهای مثلا از دهقانی میاد در مقابل مثلا یه فرزند اربابی رو با یه فرزند دهقانی رو، اینا با هم در کنار هم تو مدرسه توی روستایی با هم زندگی میکنن و اینا با هم کنتاکت و برخورد دارن و تا بزرگ میشن. سیستم جهانی با این با بزرگ شدن اینا تکامل پیدا میکنه، یه جورایی به سمت سرمایه‌داری میره و این 2 تا آدم 2 تا شخصیت برجسته میشن، در مقابل هم قرار میگیرن. یکیشون میشه نماینده سرمایه‌داری، یکیشون میشه نماینده نیروی چپ و اینا حتی به جایی میرسه که اینا که از تو بچگی با هم دوست بودن ممکن تو بزرگی میخوان همدیگه رو از بین ببرن، بکشن، چون 2 جناح مخالفن و 2 نیروی مخالفن کاملا بر ضد یک همدیگر و منافع همدیگر رو به خطر میندازن. یا مثلا به عنوان مثال فیلم خیلی خوبی داریم به اسم سرمایه، کاپیتال،
محصول سال 2012 میلادی، فیلم کوستا گاوراس، همون کارگردان مشهوری که ما موقعی که بچه بودیم فیلم زد رو ازش دیدیم، فیلم حکومت نظامی رو ازش دیدیم و فیلم گم شده رو ازش دیدیم که راجع به روزنامه‌نگار مبارز آمریکاییه که فعال سیاسیه و میره تو شیلی، تو انتخابات شیلی با سالوادور آلنده است و با اون و بعد CIA حذفش میکنه و میکشدش. من نظرم کلا اینه که فیلم های بسیار زیادی هست. در کنار اینا هم یه سری فیلم ها هستن میشه گفت اینا فیلم های نقد اجتماعی یا فیلم های چپی یا مارکسیستی نیستن، ولی فیلم هایی هستند که از ایده ها یا جمله های قشنگ فیلسوف ها یا مثلا به عنوان حتی خود مارکس فکت میارن. به عنوان مثال فیلم این تایم، در زمان، یه فیلمیه شما در ظاهر میبینین مثلا چه جور فیلمیه، مثلا یه دختر پسری هر دوتاشون این المان های فیلم های هالیوودی رو داره. مثلا المانش اینه که یه دختر پسر خوشگلی باشن، توش یه ذره عشق و عاشقی باشه، جوون پسند باشه، پاپیولار باشه، یه مقدار اکشن توش باشه، یه مقدار مثلا به عنوان حتما آخرش مثلا قهرمان اصلی داستان موفق بشه و هپی اندینگ، پایان خوبی داشته باشه. ولی همه اینا رو داره، یعنی مشخصه های یه فیلم هالیوودی یا جوان پسند عامیانه رو داره. ممکنه خب بگین خب مثلا شما چجوری این فیلمو پیشنهاد میکنین؟ به خاطر اینکه یه تم قوی داره. تو تم فیلم راجع به چی حرف میزنه؟ میگه همه اون آدمایی که تو اون دنیای اون فیلم وجود دارن به جای اینکه میرن سر کار، به جای اینکه پول بگیرن، وقت زمان میگیرن. یعنی مثلا کارگرا که از کارخونه میان بیرون دستشون میذارن روی دستگاه الکترونی، به جای اینکه پول بگیرن مثلا 8 ساعت کار کردن، مثلا به جای 8 ساعت کار دستمزدش در مقابلش مثلا 5 ساعت زندگی میگیرن، یعنی تایم میگیرن که بتونن زندگی بکنن. مثلا اون موقع میبینیم پسر دختر رو دوست داره، میبینه دختر از کار بیکار شده، میره ساعت زندگی خودشو میده به اون، هر روز کار میکنه، ساعتشو میده به اون، ساعتای دختری که دختر بیشتر عمر کنه و خودش مثلا 5 دقیقه عمر داره که بمیره، یعنی به مرگ نزدیک میشه. به حدی زیباست. مثلا شما تصور بکنین ما به جای اینکه پول بگیریم چیکار بکنیم؟ مثلا به جایی که پول بگیریم بریم سر کار، عمرمون رو داریم میفروشیم. و این همون جمله مشهور مارکسی که میگه کارگران این ساعت کارشون نیست که میفروشن، در اصل این عمر و زندگی اوناست که پای این تولید میذارن و این دستمزدی که میگیرن واقعا ظالمان است. الان شما چند فیلم و البته با توضیحات مختصری اسم بردید. تو نمونه هایی که شما گفتید فیلم ایرانی رو من ندیدم. این سوال رو به وجود میاره که من بپرسم از شما که ارزیابی شما در مورد سینمای ایران چیه؟ دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردین. میدونین چیه؟ سینما ایران نمیشه گفت فیلم خوب نداره. فیلم‌های خوبی هست، ولی در سطح جهانی، حالا جدای از قضیه فستیوال و جشنواره و این بیا بروها که میتونیم بعداً در مورد صحبت بکنیم، سینمای ایران به نظر من البته سینمای خیلی عمیقی نیست، سینمای خیلی سطحیه. اگر بشه خیلی مختصر راجع بهش حرف زد، ما در زمان قبل از به قول معروف قبل از جمهوری اسلامی در زمان شاه ما جریان فیلم فارسی بازاری داشتیم که این فقط نزده به ریشه، فقط سطحی مسائل مطرح کرده و فیلم هایی بوده که خیلی موقع رفته تو خانه لومپنیزم و فقط یه سری فیلم های مشخص و کمی بوده. مثلا فیلم رگبار بیضایی فیلم خوبی بوده، فیلم گوزنها مثلا فیلم خوبی بوده. یعنی نمیشه شما بگین از 100 تا فیلم، یا مثلا فیلم فروغ در مورد مثلا جزامیا یا فیلم های بعضی مستند بوده مثلا با ابراهیم گلستان اینا درست کردن، اینا خیلی فیلم های کمی هن. نمیشه شما بگید از 1000 تا فیلم 4 تا فیلمش خوبه، برای همین ما سینمای موفقی داریم. یعنی این مقایسه غلطیه. مثلا بگیم 1000 تا فیلم تولید داریم، 4 تاش خوبه، مثلا 5 تاش خوبه، پس اون 996 تای دیگه‌اش چی؟ یعنی مشکل سینمای ایران اینه که در زمان شاه کاملا تحت کنترل سیستم بود و در زمان جمهوری اسلامی هم کاملا به شکل یک مافیا داره اداره میشه. یعنی باور کنین قابل تصور نیست. شما از دور سینمای ایران میبینید چیز قشنگیه، ولی وقتی که داخلش میشین میبینید کاملا یه سیستم مافیایی کنترلش کرده. یعنی حتی برای انتخاب بازیگر، حتی خیلی جاها کاملا بر اساس روابطه، نه بر اساس ضوابط، نه بر اساس تخصص، نه بر اساس اینکه کی بهتر از اون یکی. حتی انتخاب بازیگر رو من دیدم، مثلا خیلی جاها من دیدم این اتفاقات همش پشت پرده انجام میشه. مردم ممکن اینا رو در ظاهر نبینن، فقط بازیگر رو میبینن یه فیلمی بازی میکنه، ولی پشت پرده که نگاه میکنی میبینی او چه کارگردان هایی ممنوع الکار میشن، چه کارگردان هایی بهشون
کار داده نمیشه، پروژه هاشون میخوابه، چه بازیگرهایی که بازیگرای خوب یعنی یهو فید میشن، دیده نمیشن. چرا؟ چون سیستم قبولشون نداره، دیلیتشون میکنه. مثلا میاد توی یه منطقه‌ای، به عنوان مثال مثلا میگن آقا، مثلا تو خارج از کشور میگن آقا شما جمهوری اسلامی تو کشورتون تبعیض هست، مثلا به عنوان مثال به کردها اهمیت نمیدین. میاد چیکار میکنه؟ مثلا یا به بلوچ‌ها اهمیت نمیدین، مثلا اونا دیده نمیشن در سطح، میره مثلا تو کردستان، تو بلوچستان، تو ترکمن‌صحرا، تو خوزستان، مثلا میبینی توی یه منطقه مثلا 50 تا فیلمساز هست، مثلا فیلم‌های مثلا 100 تا هست، مثلا فیلمساز مستند، فیلم کوتاه، فیلم بلند، مثلا حتی بعضیاشون مثلا سریال سازن. میره چیکار میکنه؟ میگه کدومش به من نزدیک‌تره، کدومش قابل خریدنه، اونو میخره، به خودش نزدیک میکنه، ساپورتش میکنه، کمکش میکنه، اونو به عرش اعلا میبره، بقیه رو زیر پای اون له میکنه. برای اینکه اگر گفتن خب آقا شما مثلا به کردها اهمیت نمیدید، چرا؟ ما فلان کس رو داریم، رفته فلان جشنواره اینقدر جایزه گرفته. راسته تو یکی رو مهم کردی، برجسته کردی، ولی در کنارش به خاطر برجسته کردن اون 10 ها فیلمساز دیگر رو زیر پا له کردی که مخالف نظر تو هن، ایده هاشون با ایده تو نمیگنجه و نمیخوان تسلیم تو بشن و نمیخوان تسلیم اراده سیستم تو بشن. خب اونا رو میرونی، اونا چی میشن؟ یا به گوشه کنار پرت میشن، یا مجبورن بعد از یه مدت برای بخور نمیر دست از سینما وردارن. من دوستی داشتم تو تهران، لیسانس سینما بود، به خاطر اینکه هیچ جا بهش کار نمیدادن رفته بود تو اداره آب و فاضلاب کار میکرد. فیلمسازی که تو اداره آب و فاضلاب داره مثلا استخدام شده برای یه حقوق بخور نمیری، مجبوره، زن و بچه داره که زندگی دیگه، خب اینا سینما دیگه میبره، چون سیستمی نیست که بتونه این فیلمسازها رو ساپورت بکنه، سینما رو ساپورت بکنه. من در نهایت در جواب سوال شما اینو بگم که سینمای ایران سینما خیلی بدی شده و داره یه جورایی شروع کرده متاسفانه، مخصوصا که سیستم کاملا کنترلش کرده و صداها رو همه رو خفه کرده و فقط اونایی رو نگه داشته. شما نگاه کنید، بیضایی فیلمساز خوبی بود، ایران رو ول کرد رفت، چون دیگه بهش راه ندادن کار بکنه، رفت الان داره تو بالا خودش تو آمریکا زندگی میکنه. یعنی ارزیابی شما از سینما ایران اینجوری که تو حرفاتون گفتید منفی. خب حالا من الان یه موضوع دیگر رو میخوام اینجا وارد کنم، اونم این است که تو خارج از ایران خب یه سریال هایی هستن، شبکه های فارسی زبان دارن پخش میکنن. خب الان مد روز هم شده، خیلی از ایرانی‌ها نگاه میکنن یا خیلی از مردم نگاه میکنن. نظر شما راجع به اونا چیه؟ آیا اونا تونستن از اون سینمای سطحی که شما میگید در ایران هست اینا عبور کنن، عمیق‌تر بشن؟ متاسفانه نه. میدونین چرا؟ چون اصلا مشکل کار اینجاست. یعنی شما نگاه میکنین، من نمیدونم مثلا این تلویزیون هایی که مثلا دارن سریال پخش میکنن بیرون از ایران، اینا دنبال چی هن؟ یعنی چی میخوان؟ یعنی ما باید اولا تو ایران تلویزیون داری، سریال داری، خب بیرونم میخوای مثلا سریال و فیلم و برنامه مثلا ساپورت بکنی، مخاطب تلویزیون ایران رو برای خودت ببری تو بیرون، درسته؟ بله. خب سوال من اینه، باید با هم متفاوت باشن دیگه. یعنی حتما یه چیزی تو سریال های ایران نیست که اون سریال خارج میخواد اینو جبران بکنه، درسته؟ بله. ولی متاسفانه جفتشون عین همن، یعنی هر دوتاشون بدن. هم سریالی که تو تلویزیون ایران نشون داده میشه کاملا بده و بدآموزیه، همون سریالی که بیرون نمایش داده میشه یه جورایی بدآموزیه. چرا شما بدآموزی منظورتون اون نگاه سطحیه که به قضایا و بله دقیقاً من میخوام به یه چیزی اشاره کنم. ببینین سینما و تلویزیون یا سریال تلویزیونی فقط سرگرمی نیست، اینترتینمنت نیست، آموزشه. وظیفش اینه که به عنوان یک کاتالیزور کمک بکنه که سطح اجتماع، سطح فرهنگی مردم یه خورده بالاتر بره. یعنی کمک، مثلا به عنوان مثلا من اگه تو خونه به همسرم ظلم میکنم، باید از طریق یه سریال تلویزیونی، یه فیلمی غیر مستقیم آموزش داده بشم، اوه چقدر این مرده با همسرش خوبه، همسرش چه آزادی هایی داره که من ندارم، به عنوان مثال، درسته؟ من آموزش ببینم که این دفعه یاد بگیرم جمله های مثلا فیلم رو تکرار بکنم، با همسرم رابطم خوب بشه، یا به فرزندم ظلم نگم، مثلا اذیتش نکنم، ستم نکنم. ولی متاسفانه سریال های ایران و خیلی سریال هایی که
کانال‌های فارسی زبان نشون میدن، همون آموزش مرد سالاری، همون آموزش توهین به زن، همون آموزش مثلا با افتخار طرف میگه من زن بعدی میگیرم، نمیدونم مثلا زنها حق و حقوق ندارن، نمیدونم مثلا فرزندم نباید از حرف پدر مثلا خیلی راسته. ما هممون به پدر مادرمون احترام میذاریم و هممون دوستشون داریم و وظیفه است این که مثلا آدم به کسایی که به وجودش آوردن دوستش داشته باشه. ولی قرار نیست مثلا من شما تو سریال ها و فیلم های ایران نگاه کنید، مثلا حتی بعضی موقع پدر بزرگ راهنمایی خیلی بدی میکنه تو فیلم، میگه این کارو بکن که کار خیلی بدیه، ولی ما آموزش گرفتیم، یاد گرفتیم که حتما باید به هر قیمتی ممکنه به بزرگترهامون احترام بذاریم و مخالف نظر اونا عمل نکنیم، حتی اگه غلط هم بگن. خب این یه جوری بدآموزیه. این بدآموزی هم برای بزرگترها هم برای فرزندان. یعنی من نظرم اینه، ببخشید من جمله‌مو تموم کنم، وظیفه سریال، فیلم اینه که هر دوتاشون، چون سریال بیشتر دنباله داره و مردم یه جورایی بهش اعتیاد پیدا میکنن، میشینن پای تلویزیون هی نگاه میکنن داستان چه اتفاقی میبینید، داستان کاملا سطحی، مثلا راجع به عشق سطحی یا راجع به مثلا اختلاف یه خانواده با یه خانواده، به ریشه نمیزنن. نمیگه مشکل اجتماعی کجای کاره، نمیگه اگه ما مثلا عقلیت اشاعری داریم علتش چیه، علتش اینه که دولت نیومده که اینا رو آموزش بده. اگر ما یه آدمایی رو داریم که مثلا ارتباط فرهنگیشون ضعیفه، مشکل یه جای دیگه است، مشکل اون آدما نیستن. تو براشون امکانات فراهم نکردی، تو آموزششون ندادی، تو سیستم نیاوردی، تو بهداشت ندارن اینا، جاده و اتوبان ندارن اینا، یعنی به ریشه نمیزنه. مشکل اینه. صحبت‌های تا الانتون میشه گفت نقد بوده، همش نقد بوده. خب شما چه نوع سینمایی رو میپسندید در واقع؟ میدونین سینما به همه شکلش میشه گفت، یعنی در اصل سینما خودش قابل پسنده. چرا؟ چون نیاز بشر بوده. یعنی هر کدوم از این شاخه‌های هنر بشر، انسان بهش احتیاج داشته، برای همین یعنی دنبالش رفته و به وجودش آورده. درسته؟ این یه واقعیت. یعنی مثلا خب اگر سینما لازم نمی بود، بشر اختراعش نمی‌کرد این دستگاه رو. مثلا نقاشی لازم نمی بود، یه نیاز نمی بود، یه طرف نمی‌رفت یه قلم یا یه سنگی ورداره بره مثلا رو کوه، مثلا رو غارها مثلا شکل یه گاوو بکشه. یه نیازی بوده. ولی آیا سینما رو همون مسیر واقعی خودش که نیاز بشر بوده داره ادامه میده راهشو؟ متاسفانه نه. چون هم سیستم دولت ها، هم سیستم سرمایه‌داری جهانی، هم کمپانی هایی که به اونا وابسته‌ان، هم آدمایی که دنبال منفعت خودشون هستن، سینما رو از مسیر اصلی خودش منحرف کردن. سینما یه جورایی داره تبدیل به تریاک میشه، متاسفانه. یعنی شما موافق یه نوع سینمای متفاوت هستید؟ دقیقاً. یه سینمایی که میشه گفت پیشرو. درست. من میخوام خصوصیات اون سینمای پیشرویی که شما مد نظرتون بگید. اوکی. میدونم چی میگین. سینمای پیشرو یا سینمای متفاوت، یا اصلا نگیم متفاوت و پیشرو، اصل سینما، خود سینما همین بوده. چون حالا این سینما رو منحرفش کردن، حالا ما متاسفانه باید بگیم مثلا پیشرو اسم براش بزنیم. اصلا خود اصل سینما یه پدیده‌ای بوده که اومده اجتماع رو به خود اجتماع بازخورد بکنه از طریق تصویر متحرک و به ما بگه ما چی هستیم، چجوری هستیم، نقاط ضعف و قوتمون چیه و چجوری میتونیم خودمون رو تکامل بدیم و یه جورایی بازخورد خودمون به خودمون بوده. اگر این تعریف و معیار قرار بدیم، بله میشه گفت این سینمای پیشروه، میشه گفت این به این شکل بگیم این سینمای متفاوتیه که باید ضد راسیسم باشه، باید ضد تبعیض نژادی باشه، باید دیسکریمینیشن نکنه در هیچ زمینه‌ای، نباید به زنان توهین بکنه، نباید به فرزندان توهین بکنه، نباید دین خاص یا مذهب خاصی رو به زور بچپونه به مردم و بچسبونه به مغز مردم. سینما باید اینقدر انعطاف داشته باشه که بتونه اوپن باشه، که بتونه همه رو در خودش جمع بکنه. یعنی سینما باید بازخورد اجتماع به خودش باشه، نه اینکه به زور دیدگاه یه سری آدم خاص رو یعنی تحمیل بکنه به همه آدم‌های دیگه‌ای که مثل اونا فکر نمی‌کنن. الان دقیقاً سینمای ایران اینجوری شده. مثلا به عنوان مثال سینمای عرفانی. باور کنین اینو که من حالا شما ممکنه این قالب شوخی در نظر بگیرید، ولی شوخی نیست، ولی جدی. باور کنین من رفته بودم انگلیس، اونجا داشتم درس می‌خوندم، دانشجو بودم.
یه سری از دوستانی از مستقیما از تهران اومده بودن اونجا، تزشون رو ارائه داده بودن که برای دکترا بخونن. رو تزشون نوشته من در مورد سینمای عرفانی در ایران میخوام پایان نامه دکترامو بنویسم. اصلا 7-8 تا استاد جمع شدن، استادای مطرح سینما تو دانشگاه تو انگلیس، به هم دیگه نگاه میکردن میگفتن نشنیدیم تا حالا. سرچ میکردن تو اینترنت به زبان انگلیسی و کتاب‌هایی که منابع اصلی سینما در جهان، مثلا چیزی به اسم کلمه اصلا واژه‌ای به اسم سینمای عرفانی وجود نداره. حتی از اون آقایون دوستان سوال کردن، گفتن خب نمونه بیار. گفت فیلم فلان فلان فلان، گفتن نه ایرانی نه، خارج از ایران یه نمونه جهانی بیار. مثلا دوستان میگفتن خب تارکوفسکی، میگفت آقا اصلا تارکوفسکی به خدا اعتقاد نداشته، چجوری سینمای عرفانی ساخته؟ یعنی خب خنده‌داریش به اینه. چرا؟ شستشوی مغزی دادن. سیستم جمهوری اسلامی حتی تو دانشگاهاش خیلی از کتاب‌ها رو فیلترینگ میکنه. بعضی از کتاب‌ها، من نمونه خیلی ساده براتون میگم، یکی از کتاب‌هایی که نظریه، مثلا نظریه‌های سینما، یه مقدمه‌ای بر نظریه‌های سینما، من این کتابو تو ایران خریدم. کتاب خیلی خوبی بود، یه زمانی بود چاپ میشد، بعد اونم توقیفش کردن. کتابو خریدم، ترجمه است. دیدم 200 خورده ای صفحه است. خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم، خوندم. بعد که رفتم بیرون خارج تو انگلیس، این کتابو دنبالش گشتم، اصلشو که به انگلیسی پیدا کردم، دیدم به انگلیسی نزدیک 500 صفحه است، ولی تو ایران به فارسی چاپ شده 250 صفحه است. در حالی که شما میدونین تو زمان ترجمه وقتی که انگلیسی رو به فارسی یا به هر زبان دیگه ترجمه می‌کنید، تعداد حروف بیشتر میشه و صفحات پس چه اتفاقی افتاده؟ سانسور، شستشوی مغزی مردم، دانشجویانی که میرن تو الان یه جوری شده من دیگه به رشته سینما تو دانشگاه ایران هم دیگه داره یواش یواش اعتقادم از بین میره. چرا؟ یه جوری یعنی این تصور ایجاد بشه که مثلا من به دوستانی که اونجا سینما میخونن نه من دوچار غرور، نه، همه رو دوست دارم، آدمای خیلی فعالی هستن، ولی سیستم آموزش غلطه، فیلترینگی اونجا وجود داره. جمهوری اسلامی میگه اوه این با عقاید من نمیخوره، اینو از کتاب بیاریم بیرون. او این بعداً ممکنه به ضرر من باشه. این دانشجوی فیلمسازی بعداً بره این جمله رو بخونه در مورد سینما، ممکنه چی اتفاقی بیفته؟ فردا یه فیلمی بسازه بر ضد من. اینو حذف کنین از کتاب، این نباشه، اینو آموزش ندین، این فیلم نمایش داده نشه. یه جورایی شده دیگه اونا خودشون جامعه رو کنترل کردن، خودشون فیلم‌هایی رو راه میدن که درست بشه و خودشون مطرحشون میکنن و خودشون بر اساس یه سری روابط بعضی موقع کاملا سیاسی میفرستن بیرون برای جشنواره‌ها و در نهایت میبینیم که در مورد همین حرف جشنواره، ببخشید من پرام وسط حرفتون سوالات زیاده، من میخوام بتونیم به همه جواب بدیم. در مورد جشنواره این آخر حرفتون صحبت کردید، جشنواره هایی برگزار میشن برای نمونه اسکار. آیا این سوال اینه که اینا چی ان؟ این آیا خدمتی میکنه یا در واقع این جشنواره ها برگزاریش بر چه مبناست؟ اوکی، میدونین این سوال خیلی سوال خوبیه و امیدوارم که دوستانی که تصویر ما رو دارن، صدای ما رو میشنن، یعنی با دقت حرف من رو گوش بدن. من هدفم این نیست که بخوام همه جشنواره ها رو بکوبم، نه. میدونین اول یه سوال جوهری از هم بپرسیم. آیا زمانی که سینما اختراع شد، زمانی که مثلا فیلم سینمایی ساخته شد، زمانی که اولین فیلم سینمایی ناطق ساخته شد، آیا اون زمان جشنواره ها بودن؟ یعنی فیلم ها رو برای جشنواره می ساختن؟ نه، فیلم برای مخاطب ساخته میشه در مرحله اول. اصلا سینما یعنی هنری که به مخاطب برسه و مخاطب ببینه و مخاطب فیدبک داشته باشه، یعنی نتیجه رو بعداً نتیجه رو ببینیم. مثلا به عنوان من یه فیلمی نشون میدم، شما میگی دست در نکنه، دمت گرم، فیلم خوبیه، من تشویق میشم یه فیلم دیگه بسازم. یا شما میگی نقد میکنی فیلمت، آقا عیب داشت، این بود، ما داستانشو نفهمیدیم، خب من خودمو سعی میکنم اصلاح بکنم، یه فیلم بهتری بسازم. درسته؟ سینما بدون مخاطب یعنی هیچ. یعنی چی که مثلا من فیلم میسازم توی کشوری به اسم ایران، یا من فیلم میسازم هیچ کسی فیلم منو ندیده ولی 100 تا جایزه جهانی برده؟ من نمیفهمم. یعنی فیلم برای مخاطبه. این سوال اصلی اینه. خب حالا خب اشکال نداره، بعداً جشنواره درست شد، سینما اختراع شد، کاراش انجام شد، مردم دیدن، لذت بردن، فیلم رفت تو گیشه، فروش کرد، بعد گفتن خب ای بابا بیایم جشنواره درست بکنیم، فیلم‌ها رو به جون هم بندازیم، مسابقه از ببینیم کدومش تصویر فیلم برداریش بهتره، کدومش کارگردان بهتری. اشکال نداره، باشه. حالا این وسط آیا این جشنواره ها واقعاً بر اساس عدالت، بر اساس مثلا دانش سینما، بر اساس
ذوق و علاقه هنری فیلم انتخاب میکنن و بهش جایزه میدن یا نه یه دستایی هم پشت پرده هست، مثلا یه سیاستی پشت این جشنواره ها هست. اینجا این سوال مطرح میشه چه جشنواره های خوبن، چه جشنواره های بدن، چه جشنواره های سیاست جهانی کنترلشون کرده، چه جشنواره های تا حدودی مثلا بهترن. مثلا شما نگاه بکنین نسبتا تا همین سالهای قبلم خب جشنواره مثلا کن بوده، جشنواره مثلا ونیز، جشنواره مثلا اوبرهافزن آلمان، جشنواره تامپری فنلاند، چه میدونم این جشنواره ها تا حدودی، جشنواره مثلا تورنتوی کانادا، اینا تا حدودی خواستن مثلا یه سری فیلم های هنری یا فیلم هایی رو که درد اجتماع نشون میده یا فیلم هایی که تو بعضی موقع تو تکنیک بعضی موقع تو مفهوم کار کردن و برجسته بکنن و تو مسابقه مثلا بهشون جایزه بدن. ولی مثلا یه جنون ایجاد شده، اسکار اسکار اسکار، صبح تا شب همه مردم رو مثلا مشغول کردن به این که امسال جشنواره اسکار فلان روز شروع میشه، فلان وقت تموم میشه، همه میان یه سری آدمای با لباسای شیک میان توی سنی و خودشون رو نمایش میکنن و که چه جشنواره اسکار پولهای کلانی هم براش خرج میشه. جشنواره اسکار چیه؟ ما بدونیم چیه؟ چرا همه مردم رو بهش خودشون معتاد کردن؟ آقا جشنواره اسکار چند تا جایزه تو جشنواره اسکار توزیع میشه؟ مثلا یه چیزی حدود 18 19 تا جایزه توزیع میشه. فکر کنم الان بیشتر هم شده به خاطر فیلم کوتاه اینا 20 خورده ای شده. 20 آره. تو این 20 خورده ای جایزه لطفاً به من بگین چند تا جایزهش جهانیه، یعنی همه فیلم های دنیا تو از کشورهای مختلف میتونن تو شرکت کنن. یکی فقط یه دونه جایزه بهترین فیلم خارجی، یعنی از 20 تا جایزه 19 تا جایزش فقط برای فیلم‌های آمریکاییه. یعنی چی؟ میشه من اینو بفهمم چرا آمریکا میخواد برای تو 20 تا جایزه تو 19 تاش فقط فیلم‌های کشور خودش حق دارن شرکت بکنن، ولی فقط تو یه دونش همه فیلم‌های دنیا رو به جون هم میندازه که اونجا مثلا جایزه بگیره. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه من سینمای برتر جهانم. سینمای جهان یعنی سینمای آمریکا و چیزی که آمریکا درست میکنه همه دنیا باید از اون تبعیت بکنن، اون عقل آمریکایی. درسته؟ بله. آیا واقعا اینجوریه؟ آیا ما فیلم خوب فرانسوی نداریم؟ آیا ما فیلم‌های خوب، آیا مثلا جایزه فیلم برداری رو میدن به فیلم آمریکایی؟ آیا ما فیلم بردار خوب انگلیس نداریم؟ فیلم بردار خوب ایرانی نداریم؟ فیلم بردار خوب مثلا بنگلادشی نداریم؟ فیلم بردار خوب ژاپنی نداریم؟ چرا باید یعنی مثلا یه جشنواره‌ای رو که کاملا با تبعیض داره فیلم انتخاب میکنه ما به عنوان بهترین جشنواره دنیا بدونیم، در حالی که اینم یادتون نره جشنواره اسکار یه جشنواره تکنیکاله، یعنی بیشتر به فیلم‌های جایزه میدن که از لحاظ تکنیک سینما پیشرفت کردن، نه از لحاظ مفهوم، نه از لحاظ مغز، نه از لحاظ اینکه چقدر تونسته مخاطب و ارتقاء فکری بده، نه اینکه چقدر تونسته جامعه بشری رو به جلو ببره. نه، اونا براشون این مهمه. کارخونه هاشون یه دوربین جدید درست میکنن تو آمریکا، میان تو اون فیلم آمریکایی که تو جشنواره نمایش داده میشه اون دوربین رو امتحان میکنن. دوربین خیلی خوب از آب در میاد. برای فروش دوربین، برای اینکه کارخونهشون فروش کنه چون سیستم سرمایه‌داریه، میان به اون فیلم جایزه میدن که از این به بعد همه دنیا یاد بگیره از این دوربین بخره، بگه اون فیلم جایزه گرفته، با این دوربین ساخته شده، با این سیستم نورپردازی ساخته شده، با این وسایل، خب این فروش بره. یه جور کاسبیه، یعنی هدف اصلی سینما این نیست. من فکر کنم هدفشو گم کرده. سینما بیزنس شده، سینما تجارت شده، سینما کاملا تحت کنترل سرمایه‌داری در اومده. حالا من سوالاتم زیاده ولی وقتی برنامه محدوده، من 2 تا سوال اینجا مونده، سعی می‌کنم سوالاتمو یکی کنم اگه شما با جواب کوتاهتون ما رو همراهی کنید. از تکنولوژی در این آخر حرفتون صحبت کردید. الان ما میدونیم که با یه دوربینی که الان دست خیلی از مردم هم هست میشه فیلم هم درست کرد. آیا این تکنولوژی تونسته تغییری در سینما ایجاد کنه؟ و سوال بعدی و سوال آخرم اینه که با وجود رشد این تکنولوژی و همه حرفایی که شما در اول برنامه تا الان زدید، سینمای جهان به کجا میره؟ میدونین چیه؟ من فکر میکنم تکنولوژی خدمت بزرگی کرده. البته تکنولوژی رو اینو یادمون نره، تکنولوژی محصول تکامل بشره، محصول دست این کارگرانیه که صبح تا شب دارن کار میکنن تو کارخونه‌های دنیا و ما دستشون رو میبوسیم. موبایل جدیدی که میاد مال اوناست، مال صاحب سامسونگ و صاحب نمیدونم آیفون و اینا نیست. ما یادمون نره این کارگری که اینا رو تولید میکنه و خدمت بزرگی به بشریت انجام شده. یه زمانی بود برای اینکه ولی خب اینا در انحصاره. دقیقاً، ولی در انحصاره ما اینو قبول. ولی چه جوری ما میتونیم از یه چیز، ببین یه جمله مشهور مارکس رو یادمون نره، تضاد هر چیز در درون آن چیز آفریده میشود.
شما میخوای با سرمایه‌داری بجنگی، در داخل سرمایه‌داری میتونی خیلی بهتر باش بجنگی. اینمون یادمون نره. چرا؟ چجوری؟ محصولی رو که سرمایه‌داری ساخته برای اینکه منو به انحراف بکشونه، من همون محصول رو بر ضد خودش ازش استفاده میکنم. این میشه تضاد هر چیزی در درون آن چیز آفریده میشود. این نقطه جوهریه، باید یادمون نره. مثلا همه موبایل های پیشرفته رو درست کرده همه رو مشغول کنه صبح تا شب. خب من این موبایل رو به کار میگیرم برای درست کردن یه فیلم. شما میدونید چند تا فیلم مطرح خوب دنیا هست که با موبایل ساخته شده؟ اصلا تو خیلی از کشورهای اروپایی جشنواره چیز هست، فستیوال فیلم موبایل هست، موبایل فیلم میکینگ. اصلا ورکشاپ هایی هست که آدمای منتقد و چپ و اکتیو اینور اونور دوره‌ها و ورکشاپ هایی میذارن هفته‌ای که آموزش میدن به مردم چجوری با موبایل یه فیلم خوب پروفشنال درست بکنه و از طریق این جلو بره. یعنی دیگه سینما، این تکنولوژی یه بدیایی هم داره ولی یه خوبیایی هم داره. تکنولوژی سینما رو اپیدمی کرده، همه گیر کرده. یعنی قدیما برای اینکه فیلم میساختی باید کلی پول میداشت میبود یا میرفتی با یه کمپانی، مثلا تو ایران میخوای فیلم بسازی باید بری بنیاد سینمای فارابی که نمیدونم مال فلان مسئول دولتیه، بنیاد فلان مال فلان، همشون مال حکومتی ها سردمداران، هیچ کدومشون اینا نه دولتی ان نه خصوصی ان. چون خصوصی ها مال دولت، آدمای سردمدار دولت کنترل بازار خصوصی هم کردن. برای همین میخوای بری فیلم بسازی میگه آقا اینقدر پول میخواد، فیلمنامه‌تو میخونن، فیلترینگش میکنن، سانسور میکنن. اینا خوشبختانه تکنولوژی نو یه خورده این مشکلات رو حل کرده. یه موبایل دست بگیر برو فیلم بساز، وای نیستا، هر چی میبینی. همینم باعث شده که الان تو ایران و تو کشورهای دیگه هر جا راهپیمایی بشه، مردم بیان تو جاده، اتفاقی بیفته، یه جا یه سری کارخونه‌ای بسته بشه، سری کارگر بیکار بشن، تمام خبرهای روزانه سریعاً با موبایل، با وایبر، با تکنولوژی، یعنی دنیا رو به هم نزدیک کرده، ماها رو به هم نزدیک کرده. این کمک میکنه به سینما. این اون سینمای متفاوت یا اون سینمای مبارز رو قوی میکنه. ما باید از این استفاده. چرا هالیوود میتونه از بهترین دوربین ها و تکنولوژی دنیا استفاده کنه برای تحمیق جهانیان و درسته و کنترل همه سینمای دنیا، چرا ما نتونیم از این تکنولوژی با قیمت کمترش، البته که بهش میگن نان بودجت فیلم میکینگ، یعنی فیلمسازی بدون بودجه، فیلمسازی با بودجه خیلی کم، بتونیم فیلم هایی بسازیم، ارتباطی بگیریم با هم دیگه که بتونیم چیکار بکنیم در مقابل اونها وایستیم. من بسیار امیدوارم و این به عنوان حرف آخر در مورد سینمای جهان به کجا میرود. این اپیدمی شدن تکنولوژی باعث شده که یه جورایی فیلمسازی همه‌گیر شده. راست خیلی از فیلمسازای بعضی موقع قدیمی مثلا میگه اوی بابا فیلمسازی دیگه بچه بازاری شده، هر جوونی رو می‌بینی یه دوربین دستش گرفته. نه، من به این خوشحالم. چرا؟ راسته جوونایی هستن که آموزش داده نشدن، ممکنه یه دوره کوتاه حتی فیلمسازی هم ندیده باشن، هی برن، ولی خب این تجربه و خطاست، اشکال نداره. لازم نیست برای فیلم ساختن همه برن دانشگاه. لازم نیست برای فیلم ساختن همه برن 10 سال 15 سال خاک صحنه و نمیدونم زیر دست کارگردان کار بکنن. نه، دوربین دستت بگیر، برو جلو، فیلم بساز. بذار غلط باشه، بذار مردم بهت بخندن، بذار بگن این فیلم بده، اشکال نداره، یکی دیگه بساز، یکی دیگه بساز، یکی دیگه بساز. با بودجه کم همه باید سینما جزئی از فرهنگ ما بشه، چون سینما زبان مبارزه است. دوربینو میشه به جای اسلحه استفاده کرد، میشه همه اون بدیها و زشتیها رو نشون داد، میشه خوبی ها رو هم نشون داد، میشه به مردم گفت که عیب هاتون کجاست، شما حق و حقوقتون چیه، حق و حقوقتون رو نمیدونین. میدونین خیلی از کارگرها هستن اصلا نمیدونن حقوق کارگر یعنی چی. اینو چه باید از طریق فیلم یاد بگیرن. خیلی از زنها هستن به حقوق خودشون واقف نیستن. خیلی از کودکان هستن نمیدونن حقوق خودشون چیه. دانشجویان نمیدونن حقوق خودشون چیه. کارمندان نمیدونن حقوق، چون شما یه وظیفه‌ای داری، یه امتیازی هم داری در مقابل کارت که انجام میدی، یعنی اینا رو نمیدونن. و من امیدوارم سینما همه‌گیر بشه، با موبایل، با امکانات کم همه فیلم بسازن، همه اون واقعیت‌هایی که داره اتفاق میفته به دنیای بیرون بدن و دنیا به هم نزدیکتر بشه و ما انسان‌ها، سینما به ما کمک بکنه بیشتر همدیگه رو بفهمیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم. در آخر هم به رسم برنامه زد صحبت‌های شما رو میشنویم رو به جوانانی که دارن برنامه زد رو نگاه میکنن. من خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون بودم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. پر انرژی باشید. ازتون خواهش میکنم، التماستون میکنم دنبال سینمای عرفانی نرید، دنبال گوشه‌گیری نرید، دنبال انزوا نرید.
این آرزوی دولت مدارانه، این اونا میخوان همه شما گوشه‌گیر بشین، همه شما معتاد بشین، همه شما ارتباطات اجتماعیتون قطع بشه، همه شما هر کسی در یک گوشه‌ای برای خودش بیفته. نمیخوان با هم تشکل اجتماعی داشته باشین، با هم دوست باشین، تیم ورکینگ داشته باشین. شما باید با تیم با هم کار بکنین. ما ایرانی‌ها باید یاد بگیریم با هم کار بکنیم، با هم گروهی کار بکنیم، از کار فردی، تک‌روی‌های بی‌مورد در شغل، در کار، در تحصیل، در روابط اجتماعی دوری بگیریم. من مطمئنم آینده خوبی در انتظار جوانان ایرانی، چون جوانان خیلی مستعدی داریم، ولی متاسفانه سیستم کاری کرده که همه گوشه‌گیر از همدیگه پراکنده بشن و هیچ کسی نتونه با همدیگه کار بکنه و از این طریق پراکنده کردن بتونن جامعه رو کنترل بکنن. براتون آرزوی موفقیت بکنم. امید شکیبا، مدرس سینما و فیلمساز مستقل شب، ممنون از اینکه به برنامه زد اومدی و به سوالات منم خیلی خوشحالم. ممنونم از لطفتون. تنگ غروب مردان را گرد خود میآورم، ما یکدیگر را نجیب زاده مینامیم. آنها پاهایشان را روی میز من دراز میکنند و میگویند وضع ما بهتر خواهد شد و من نمیپرسم کی. نظرات، پیشنهادات و موضوعات انتخابی خودتون رو از طریق صفحه فارسی فیسبوک برنامه زد برای ما بفرستید. تا قسمت دیگری از برنامه زد، آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه.